اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که بازم توفیق رفیق حقیر شد که هم محضر شما هستم، هم محضر نورانی و ارزشمند استاد محترم استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر هستیم و میتونیم سوالات شما از محضرشون بپرسیم. آقا سلام، خیر مقدم، خیلی خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. مخلصیم. ما هم خوشحالیم شما رو میبینیم. محبت دارید. و همه مؤمنین وقتی به هم میرسن خوشحالن و این خودش که از نعمت‌های خداست. الحمدلله. افراده چون دلها با هم نزدیک، دلها با هم راه داره. الحمدلله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، همه عباداتشون، مخصوصا همین عباداتی که الان مشغولند و که از بقیه عبادات خیلی یه سر و گردن، بلکه خیلی بیشتر از این سر و گردن بالاتر. امام صادق علیه السلام فرمودند تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو یاد بگیرید، معارف دین رو پیدا کنید، دین شناس باشید، اعرابی نباشید. اعرابی یعنی بی تمدن، عقب مانده، بیابانی، کسی که بوی از تمدن نبرده. معیار تمدن از نظر امام صادق معرفت دینی است. هرچی انسان با دین آشناتر باشه متمدن تره و هرچی از دین دورتر باشه تفقهش کمتر باشه و معرفت دینیش کمتر باشه از تمدن دورتره. تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه و لم یزکی له عملا. چون کسی که دین خدا رو یاد نگرفته باشه، تو این برنامه ها که بسیار عالی است، این برنامه برای چون اصاله مطالب دین خدا اینجاها مطرح میشه تو این برنامه ها، مثلا تو سوالای خوب شما. کسی که دین خدا رو یاد نگرفته باشه در روز قیامت خداوند نظر رحمت به او نخواهد داشت، چون شایستگی نظر رو نداره و اعمالش رو خدا پاکیزه نمیکنه. خداوند مختار اعمال اون شخص پاکیزه نمیکنه. خب توفیقی است که خدمت شما هستیم و ان شاءالله با سوالهای خوب شما ما هم گامی در جهت تفقه در دین برمی‌داریم ان شاءالله. الحمدلله. توفیق به شدت مضاعف و خیلی خیلی بیشتری برای ما هست که محضر شما هستیم و میتونیم نور بگیریم از محضر شما، چون علم همونطور که فرمودین خودتون از شما گرفتیم نور هست. الحمدلله رب العالمین. سایتون مستدام باشه ان شاءالله. خب اگه خاطر شریف شما که قطعا هست مردم هم باشه، انتهای برنامه هفته گذشته یه سوالی مطرح شد که از بینندگان سوال اجرای ترکیبی پرسیده بودن، شما پاسخ مفصلی دادین، منتها به انتها رسید یه بخشی از سوالشون من احساس کردم نیازه که یه ذره بیشتر توضیح بدیم. گفته بودن که آدم خوبا بیشتر انگار مصیبت میکشن، همش تو مصیبت و اینا. بعد شما فرمودین اینطوری نیست. گفتم کلیتش نیست ولی خب هست تا حد زیادی. کلیت نداره که ببینیم که استثناء نداشته باشه. آدمای خوبی هستن که مصیبت هم نداره. آره انگار ولی کمترن اونایی که آدم خوبایی که چون من یاد این جملهشون منو مثلا یاد این انداخت که آدم خوبای عالم پیامبران و اهل بیت بودن دیگه، همش غرق در مصیبت بودن، بلا و اینها. یا مثلا غرق در بلا بودن، در مصیبت، غرق در بلا بودن. حالا اینا رو شما تبیین بکنید. یا مثلا میگن که هر که در این بزم مقرب تر است انگار که اصلا جام بلا بیشترش میدن. خب پس توضیح شد. درسته. روایت فراوان داریم، قرآن هم داریم. نبلوکم بالشر والخیر فتنة ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، پیامبران و غیره. بله، این که خدای متعال خوبان رو، حالا خدای متعال که عرض میکنیم نظام آفرینش برای خوبان بلا بیشتر است و به خدا هم نسبت میدیم، اشکال نداره. نه مصیبت از طرف ماست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. با اسپانیش خودمون هر مصیبتی برش وارد میشه با دست خودتونه. تازه خدا خیلی هاشم ندیده گرفته و حذف شده. درست.
ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مصیبت نه، اما بلا چرا؟ چون با بلا بنده ساخته میشه، آب دیده میشه، به خدا توجه میکنه، تضرع میکنه و باعث ترفیع درجش میشه. روایت فراوانی داریم که ان الله اذا احب عبدا قصه بالبلا قصا و سجه بالبلا سجه. وقتی خدا بنده دوست داره اونو تو بلا قوطه ور میکنه، بلا مثل آبشار میریزه رو سرش. همطور که کسی که مسافرت هست برای خانوادهش هدیه میاره، سوغاتی میاره، خدا هم با بلا به بنده خوبش سوغاتی میده. و اگر بلا نباشه معلومه که مورد توجه خدا نیست. پیامبر وارد یه آقای دعوت کرد، پیامبر رو رفت خونهشون، وقتی وارد حیاط که شد، مرغ روی چوب ها، میخای چوبی که به دیوار میزدن اون قدیما، بله رو اون میخ تخم گذاشت و تخم نیفتاد. آن پیامبر تعجب کرد چه میشه تخم مرغ با همه این سطح کمش لیزه دیگه میفته. آره. گفت که رسولش ما تعجب میکنیم. گفت بله خب خیلی تعجب داره که رو زمین قل میخوره، چه برسیم. گفت هیچ مشکلی برای ما پیش نمیاد، هیچ بلایی برای ما پیش نمیاد. پیامبر اونجا غذا نخورد، گفت خونگی هیچ بلایی توش نیست، معلومه که مورد توجه خدا عجب. بله. حالا ما اگه بودیم کاملا برعکس شاید شاید نمیدونم عمل میکردیم، میگفتیم پس اینجا نظر شده است مثلا نمیدونم فلانه. نه این درسته. پس بلا برای بنده مؤمن، برای ساختن بنده مؤمن هست. در بعضی از برنامه‌ها بنده دقیقاً 11-12 تا حکمت و فلسفه و فایده برای بلا اونجا ما شمردیم. اما این بلا شکلش بلاست، ظاهرش بلاست، باطنش نعمت خداست. ظاهرش که مریض میشه، و مریضی بلاست دیگه، سخت میشه، مثلا درد داره، نمیدونم خیلی از لذتهاش حذف میشه. اما وقتی که نگاه میکنی ببین این مثلا یک شب تب کردن مثل برگ خزان همه گناهانش رو ریخت. من عجب چه لطفی بود این بیماری، چقدر لطف بود. فرض کن یک بچه مثلا فرض کن که حالا ناقص الخلقه یا یک کسی که مشکل داره، به ظاهر که نگاه میکنه میگه ما چقدر مشکل داریم، چقدر بلا، چقدر گرفتاری. وقتی از اون طرف نگاه میکنه که لحظه لحظه ای که پای این بچه صبر کرده چقدر ثواب بهش داده شده، چقدر عوض بهش داده شده، چه آثار و برکاتی داشته این بچه، اون وقت خدا رو شکر میکنه. توجه هم داشته باشن دوستان که هر مشکلی که برای بندگان خدا پیش بیاد، دردی، رنجی، این آلام و رنج ها 100% اون طرف عوض داده میشه. نگفتم ثواب، گفتم چی؟ عوض. عوضی که جبران میکنه همه این آلام و رنج هایی که در دنیا داره. مگر اینکه بلا به دست خودش ساخت باشه، بلا خود ساخته باشه، یا طرف مؤمن نباشه که وقت اون دیگه گرفتاری براش از باب تنبیه، از باب مجازاته که جلو افتاده، مجازاتی که باید آخرت میشد اینجا هم یه چشمشو اینجا بهش دربارش اجرا میکنم، اصلش هم میمونه برای اون طرف. برای مؤمن اگر بلا خود ساخته نباشه 100% به نفعشه. پس بله این مطلب درسته که خوبان البلاء للولا، بلا برای خوبانه، البلاء للولا، برای خوبا. دوستان یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا، هم بیشتر مورد توجه خدا هستن، هم رنجشون چیه؟ بیشتره. چرا؟ با این رنج ساخته میشن، با این رنج میان بالا. اگر این جنگ تحمیلی نبود آیا ما اینجا بودیم که الان هستیم؟ از لحاظ تکنولوژی، صنعت، قدرت نظامی و چند تا نکته نبودیم دیگه. بله. این بلای جنگ 8 ساله چه عرض کنم که رشدی به این ملت داد و از کجا به کجا رسون. بله این بلاها برای خوبان هست، اما 2 نکته گفتم. یک، این بلا شکل بلاست، شکلش گرفتاری، باطنش نعمت و لذت خداست. و 2، همه اینها جبران خواهد شد، اونم چه جبرانی که همه رو آرزو میکنن کاش جای اون بلا دیده بودن. یعنی
بعدن قبطه میخورن خوش به حال اون بلا، بله اون که بلا زیاد دیده. بدون استثنا همه آرزو میکنن کاش جای اون بودن. حالا یه نکته این که فرمودید پس مصیبتی اگه بر ما عارض میشه خودمون باعثشیم. مصیبت داره، یعنی چیز ممدوحی نیست. نه. خب این گاهی به بلا هم مصیبت گفته میشه. ببین الان تو فرازهای از زیارت عاشورا تو ذهن من میاد مصیبتم ما اعظم، اون مصیبت داریم اونجا. بله خب مصیبت ها از طرف دشمن بود که بر اهل بیت وارد شد، رضیه بود، مصیبتی بود که از دشمن بر اهل بیت وارد شد. از طرف خود اهل بیت نبود، از طرف خود اهل بیت بلا بود، امتحان بود. وقتی که عبیدالله از زینب سوال کرد که کیف رأیت صنع الله و اخیک، گفت ما رأیت الا جمیلا. از اون طرف که بلا بود زیبا بود، از اون طرف که مصیبت بود. در واقع مصیبت اهل بیت علیهم السلام برای دشمنان مصیبت بود، مصیبتی که قابل جبران نبود. اما برای اهل بیت نه، نیاز به شکر و نیاز به حمد داشت. اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابه. علی مصابهم. خدا شکر میکنم. خدا چی؟ اون که اینا خود مصیبت از اصابه هست، برخورد. بله بله. این برخورد یه وقتی برخورد بلاست، یه وقتی برخورد گناست. هر دو میشه اصابه. اما مصیبت به اون معنای منفیش که در قرآن هم اومده، اون از طرف خدا نیست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. بله. خیلی ممنونم. این خوبه ما بخوایم از خدا به ما بلای ما رو زیاد کنه؟ نه. چون که مثلا اون دنیا قرار قبطه بخوریم بگیم الان زیاد بلا بیاد که اون. نه، اینکه انسان دعا کنه که خدا بلاش زیاد بکنه، نه. اینکه بگه خدا به من توفیق بده که در بلاهایی که نازل میکنی رو سفید بیرون بیام، خوبه. چون اونا ابتلاست، آزمون. خیلی ممنونم. الهی که خدا در همه آزمون ها و ابتلاعات به ما کمک بکنه و خودمون رو به خودمون واگذار نکنه و دست ما رو بگیری که بتونیم از این آزمون ها سربلند بیرون بیاییم. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. الهی بفرمایید. با اجازه شما. دینی که دنیای پیروانش رو خراب بکنه، پس چگونه پیروانش میپندارن که این دین آخرتشون رو بهشت میکنه؟ این جمله به ظاهر خیلی ادیبانه و قشنگ از یکی از بیننده هامون که در قالب یک سوال مطرح شده. استاد محمدی عزیز زمان میشن پاسخ. اولا که اسلام هم دنیا رو آباد میکنه هم آخرت رو. اسلامی که انقدر سفارش به علم و معرفت میکنه که گاهی ما در ابتدای برنامه بله. صدها حدیث از این دست داریم. کسی که علم داشته باشه دنیا نداره، کسی که معرفت داشته باشه دنیا نداره، کسی که اخلاق داشته باشه، کسی که ظلم نکنه، تو اون جامعه‌ای که توش ظلم نباشه، حق کشی نباشه. اسلام اینا رو میگه دیگه. بله. میگه که شما حق دیگران ضایع نکنید، به فقرا برسید. میگه که رابطه با خدا درست تنظیم کن، رابطه با بندگان خدا درست تنظیم کن، رابطه با خودت درست تنظیم کن، با محیط اطرافت درست تنظیم کن. میگه که انسانیت رو به اوج برسون. اومدی دنیا که انسان بشی و اگه انسان شدی اون وقت به مقصد رسیدی. دینی که طرفدار عدالت، با ظلم مخالفه. دینی که دعوت به همکاری، اخوت، دوستی، مهربانی، صمیمیت میکنه. پیامبرش رحمتا للعالمینه. دینی که اون زمانی که مردم یه گوشه از اون دین رو اجرا کردن، صدر اسلام آقای همه دنیا بود، از لحاظ تمدن، صنعت و تکنولوژی، علم و معرفت و از هر حیث. شما تاریخ صدر اسلام مطالعه کنید، زمانی که اروپا در غرق توحش بربریت بود در دوران قرون وسطا، کشورهای اسلامی در اوج تمدن بودن. بعد که مردم یواش یواش از اسلام فاصله گرفتن، دین رو کنار گذاشتن، مثلا حکامشون، هرچی از اسلام دورتر شدن، هم دنیاشون خراب شد هم آخرتشون. الان هم اگر بدبختی هست به خاطر فاصله گرفتن از دینه. بله. هر جایی که هست. اینم به خاطر بعضی از حکام و بعضی از روشن فکر نماها، منور فکر نماهایی که اونها
مردم رو به اینجاها کشوندن. وگرنه اگر مردم به دین عمل کنن عالی ترین دنیا رو خواهند داشت. و به نظرم این پیشرفت هایی هم که دنیای غرب کسب کرده خیلی هاشو مدیون متون و واقعا همینطوره. بعد از مفاهیم اینکه دینی ماست اون جنگ‌های صلیبی رخ داد و اونها آمدن با مسلمان‌ها آشنا شدن، با علم و تکنولوژی مسلمان‌ها آشنا شدن، متأسفانه ما اینا رو کم گفتیم. عرض کنم که این فرانسیس بکن که تاریخ علم رو نوشته، ایشون ماجرا نقل میکنه، میگه که زمانی یک کنفرانس گذاشتن، یک همایشی گذاشتن، تعداد زیادی از کشیش‌ها و از دانشمنداشون جمع شدن که موضوع سمینار یا همون همایش این بود که تعداد دندان‌های اسب چند تاست. 13 روز اینها 13 شبانه روز مشغول بحث بودن، هی کتاب آوردن از این طرف اون طرف، کتاب‌های گذاشتن چی و چی. آخر یک کشیش جوان که در بین اینها بود گفت بابا شما 13 روزی که گرفتار یه مسئله کوچیکی هستید، خب بریم تو باغچه اسبا دارن میچرن ببینیم بشماریم دندانشون چند تاست. ریختن به سرش مفصل کتکی زدن، گفتن شیطان در وجودش حلول کرده، راه حل پیشنهاد میکنه توی متون نیست، انقدر باید بزنیمش که چی بشه؟ شیطان از وجودش بره بیرون. اون زمانی که اروپا این وضعش بوده. جدیه این اتفاق شوخی کرد؟ واقعا اتفاق؟ بله اصلا فرانسیس بکن تو چیز تاریخ علم کتابشه دیگه. عجب. اصلا مطالعه کن. این زمان شما ببینید که محمد زکریا رازی کار میکرد، دقیقاً روش علمی رو کار میگرفت. یعنی از طریق روش علمی اومد الکل رو کشف، کاری که انجام داد. یعنی 700 سال قبل از این واقعه ها عجب. تو اسلام متد علمی چقدر اونا عقب بودن از ما. عرض میکنم که یه دانشمند اسلامی ابو علی سینایی پیدا میشه، کتاب قانون رو می‌نویسه که تا 1000 سال این کتاب متن درسی همه دانشکده‌های پزشکی دنیا بود. هنوزم قابل توجه با همون زبان خودش، با همون زبانی که ابو علی نوشته بود. عجب. حتی ترجمه هم میگفتن اگه ترجمه کنیم مثلا اون خاصیت رو نداره. اون زمانی که مسلمان‌ها به اسلام، خب شیخ الرئیس ابو علی سینا اینا از اسلام گرفته و از اینها ما زیاده. پس نکته اول این شد که اگر دین باشد دنیای مردم رو خراب نمی کند، دنیای مردم رو آباد می کند، آخرت مردم رو هم. اصلا دین اومده که دنیا رو آباد کنه، دنیا و آخرت آباد آخرت رو هم بعدش آباد کنه. همینطوره. پس این غلطه که بگیم دین اومده دنیا رو خراب کنه، دنیا خراب کنه. این فرض غلطی است. بله. که دینی که دنیا رو خراب میکنه، دین دنیا رو آباد میکنه، آخرت هم آباد میکنه. آبادی به این معنی. چرا چنین تلقی خیلیا دارن؟ چی شده که اینجوری فکر میکنن؟ برای اینکه بعضی از مسلمان نماها، بعضی از کسانی که ما یه روایتی داریم، از چند تا روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود که انکسر از ظهری اسنان، دو گروه کمر آن شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک. هذا یصد الناس عن علمه بتحتک و هذا یصد الناس عن نسکه بجهله. دو گروه کمر جامعه اسلامی رو میشکنن. واقعا در طول تاریخ همین دو گروه، همین الان هم همینطور. عالم پرده در، عالم بی ادب، عالم بد اخلاق که مردم رو از علم و از دانش و از معرفت فراری میده. جاهل مقدس مآب مردم رو از دین و از مسجد و از محفل و از نسک فراری میده. اینا گاهی باعث این امور میشن که این یه نکته که خلاصش شد که نه، دین اگر دین باشه دنیای مردم رو خراب نمیکنه بلکه دنیا رو آباد میکنه. دو، اون کاری نداره شما از طریق علمی وارد بشید، این که دیگه خیلی مشکل نیست، یه تحقیقات علمی، یه تحقیق میدانی بکنید، برید ببینید که اونجاهایی که حالا نسبتاً دین حاکم بوده، قبل از انقلاب ایران رو ببینید، ببین از لحاظ علم ما کجا بودیم الان کجاییم، هست دیگه، آمارش موجوده دیگه. بله. اون مراکز بین المللی هم چیز کردن، نه خودمون، از اون کمی هم کیفی. از اون از خودمون نگیرید. ما سرعت پیشرفت علممون اگر اشتباه نکنم نمیدونم 11 یا 16 برابر متوسط پیشرفت علم دنیاست. خب چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اسلام یه شعاعی از این خورشید اسلام اومده اینجا تابیده. بله. یه شعاعی از خورشید اسلام. از لحاظ سیاسی ما کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ از لحاظ جایگاه منطقه‌ای چه وضعی داشتیم؟ از لحاظ اقتصادی، از لحاظ پیشرفت.
شما الان کشورهایی که همگون ما هستن برید ببینید اونجا چه خبره. الان شما تو روستاهای دست خانوار هم که میرید برق هست، اینترنت هست. بله بله. اینا رو اسلام آورده ها. همین کشور قبلا هم بوده. حالا یه شبهه هم بعضی میگن ازش منافق هم زیاد شد، مثلا چهره نفاقونه. بله، جایی که قدرت باشه نفاق هم هست، اینو قبول داریم. جایی که قدرت نباشه، دین قدرت نداشته باشه، منافق معنا نداره. وقتی قدرت اومد، وقت نفاق هم میاد خود به خود. این چیزی فهمید قبلا جزء طبیعت سری. بله همینطوره، قبول داریم. وقتی قدرت اومد حتما نفاق میاد. پیامبر تا انقدری که مکه بود که منافقی وجود نداشت که، چون قدرت نداشت. مدینه که اومد چی شد؟ منافق هی زیاد شد، روز به روز مقتدرتر. ولی این دلیل نمیشه بگیم پس قدرت نداشته باشه اسلام. نه، قدرت باید داشته باشیم، منتها ما تلاش کنیم نفاق ها کم. که منافق پیدا میشه به خاطر قدرته. بله. خب نگاه کنید ببینید چی بود و چی شد. ما تحصیلات دانشگاهیمون، تحصیلات دبیرستان خب قبل از انقلاب بوده، میدونیم که چی بود، لمس کردیم با همه وجودمون و الان هم کم و بیش خبر داریم. بله. تازه حصر 40 و چند ساله، محاصره 40 و چند ساله، تحریم 40 و چند ساله، کارشکنی ها، تبلیغات، حمل، تهاجم فرهنگی، نه شبیخون، غارت فرهنگی. یعنی همه اینه یک سالش کافی بود برای کشور دیگری که کلا ساقطش کنه، کاملا نابود کنن. از اون طرف ضعف ها، ناکارآمدی ها، ندانم کاری ها، خیانت ها از بعضی از مسئولین کم نبوده تو این 44 سال. اگه اینا نبود اون وقت مشخص میشه ما کجا هستیم. از این طرف ناکارآمدی بعضی از مسئولین، خیانت بعضی از مسئولین، تعارف که نداره که. این یه طرف قضیه. اون طرف قضیه هم شیطنت ها و دشمنی های بی‌نظیر. در طول تاریخ شما نظیرش پیدا نخواهید کرد و در عرض جغرافی هم پیدا نمی‌کنید. صدها شبکه ماهواره فارسی زبان 24 ساعته دارن به ما حمله میکنن. رادیوها، تلویزیون‌ها، نمیدونم فضای مجازی، قوقا هم شاید درست نباشه. در این حال ببینید کجا بودیم الان کجا هستیم. این یک مطلب. بعد این که باید ببینیم که انسان یعنی چه؟ انسان برای چی آفریده شده؟ برای اینکه بیاد اینجا مثل یک حیوان مرفه وضع خوبی داشته باشه بعد هم بره، یا نه اومد اینجا انسان بشه؟ انسانیت به ثروت یا به اون اخلاقیاتی که دین گفته؟ انسان اگه بخواد متخلق به اونچه که دین گفته بشه به هدف رسیده، یا اینکه پول بیشتری داشته باشه، رفاه بیشتری داشته باشه، نمیدونم برخورداری بیشتر داشته باشه؟ چون اینها دنیا رو این حساب میکنن در حالی که دنیا این نیست. بله. این دنیا دنیای ملعونه هست. اون دنیای بلاغ، حدیث از امام سجاد علیه السلام داره میفرمود الدنیا دنیا آن یا دنیاوان. دنیا دو تاست، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. اینا دنیای بلاغو نمیبینن، دنیای ملعون رو میبینن. نه، دنیای بلاغ هم هست. تو دنیا جای عبادت هم هست، جای انفاق هم هست، جای انسانیت هم هست، جای گذشت و ایثار و فداکاری هم هست. چند نکته دیگه من دارم دیگه، حالا باشه ان شاء الله واسه سر فرصت. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردیم. معمولا سوالات هم شبیه هم میشه، حالا توی سوالات شبیه شما باز میتونید ان شاء الله پاسخ‌های تکمیلی رو بفرمایید. خیلی استفاده کردیم. اوامری ندارین؟ قربون شما، خیلی ممنونم. ممنون که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین. 30720 دیگه سوالاتون که اگه براتون پیش اومده میتونید ارسال بفرمایید، ان شاء الله تو برنامه مطرح بکنیم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. یا حق. خداحافظ.